اما رنجش یه داستان دیگه است. خیلی از آدمایی که اینجا هستن توی این لایو رنجش دارن، خیلی هم رنجیدن. رنجش داشتن با رنجیدن دوتا دنیای متفاوته. خیلی ها با من حال نمی کنن. شما فی الواقع با خیلی حال نمی کنی. ولی اینکه با من حال نکنی و در این لایو باشی خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. این میشه شما رنجش داری. نه اگر با کاراکتر من حال نمی کنی، فکر میکنی من آدم بدیم، من کلاهبردارم، من پکیج فروشم، من اینم، من اونم، که آره من پکیج فروشم، از الانم اعلام کنم بعد از قدم 5 توضیحش میخوام پکیج بفروشم. یه برنامه‌ای دارم که پکیج نیست، اسم برنامهش برنامه 7 قدم تا سکونه، میخوام اونو بفروشم بعد از اینکه قدم 5 رو توضیح بدم. فلزها اگر انقدر بیمرام بیمعرفت هستی که بری، برو، اشکالی نداره، نمون اینجا کامنت منفی بذار، وایب منفی به ما نده. شما یوتیوب هم که نگاه میکنی یه مدت که میگذره تبلیغات میاد، منم تبلیغاتم رو گذاشتم آخر لایوم. اما اگر کلن با من حال نمی کنی و تو این لایو هستی، تو بک‌گراند ذهنیت من یه آدم کثیف و فلان و بد و اصلا داستاندار و فلانم، پس چرا تو این لایوی؟ شما از من نرنجیدی، شما دوچار رنجش شدی. من مثال خودم رو زدم که مثال علنی باشه، اما تو زندگیت از چند نفر رنجیدی؟ قدم 5 از پروسه 7 قدم رنجش و بخششه. رفیقت، جامعه، آدما، پارتنرت، اکست، اون آقایی که میخواستی باش وارد رابطه بشی ولی خرابت کرد، اونی که باهات وارد رابطه شد ازت سوء استفاده کرد، همه جوره گفت دوستت دارم فلان اینه که تهش برسه به سکس، آخرش هم با کمال بیرحمی ولت کنه بره به شکلی دیگه. یا بالعکسش اون رفیقت که پول تو خورده بهت نارو زده، یا پدر مادرت که توی جمعی خوردت کردن، یا هر کسی که در بک‌گراند ذهنیت تو رو رنجونده. هر کسی. قدم 5 اسمش هست رنجش و بخشش. شما برای اینکه به سکون و آرامش برسید که بتونید در زندگیتون خلق ثروت بکنید، باید بتونید ببخشید. بخشیدن مهارتی است که همه آدمای ثروتمند درش مهارت خاصی دارن. بخشیدن و رها کردن، رهاسازی، پاکسازی روح، اینا خیلی مهمه. میدونی از همه سخت‌تر کیو میشه بخشید؟ خودمونو. من یه پست دارم میگم اشکال نداره که گند زدی، اشکال نداره که خراب کردی. خیلی از درگیری های ذهنیت بدون اینکه متوجه بشی به خاطر اینکه خودتو نبخشیدی. قدم 5 رنجش و بخششه. چقدر از کارهایی که خودت کردی رنجیدی؟ نمیتونی بگی همه کارهایی که کردم نوش جونم من خیلی خفنم. نه، قطعا یه سری کارا کردی. قطعا یه سری کارا کردی که تحت فشارت گذاشته، اذیتت کرده، حالتو بد کرده. قطعا یه سری کارا کردی که توی زندگیت پشیمونی از انجام دادنش. قطعا یه سری کارا کردی که برات خاطره دردناکی شده. آدمای اشتباهی رو وارد زندگیت کردی، جای اشتباهی ابراز علاقه کردی، به یکی احساس عشق یک طرفه داری و خیلی دردناکه. یکی رو خیلی سعی کردی به دست بیاری، بعد بی ارزش شمرده شدی، بابت این موضوع تو ذهن خودت تحقیر شدی و حالت بابت این موضوع بد. همه اینا برمیگرده به یک نقطه: رنجش و بخشش.
حالا من ازت میخوام که ببخشی و رها کنی. این وسط ایرانی‌ها یه عادتی دارن، میبخشن رها هم میکنن، ولی مدل بخشیدن رها کردنش متفاوته. میگه چی؟ میگه بخشیدم ولی خدا انتقام من رو میگیره. شما به کارما دارما اعتقاد داری؟ کارما میزنه تو کمرش. من که بخشیدم، حقمو دادم به خدا. خدا خودش طوری میزنه تو کمرش. رفیق وقتی خدا رو ابزار انتقامت میکنی، به کائنات میگی من آماده رشد نیستم. میگی من مملو از کینه‌ام. کینه ها رو جذب میکنی. ثروت از عشق میاد، از کینه نمیاد، از انتقام نمیاد. اگر خواستی از کسی انتقام بگیری، 2 تا قبر بکن، یکی برای طرف مقابل، یکی برای خودت. با هم چال میشید. خلاص اینکه ببخش و نگو نمیتونم. به خودت بگو میبخشم، اشکال نداره. بعدی کرد شده دیگه. خدا بزرگه. زندگی که تموم نشده، بهترشو میسازم. رها کن. تمرینای خاصی داره که تو این لایو جا نمیشه بگم، خیلی طولانیه، ولی رنجش و بخشش خیلی اهمیت داره. هم تو پروسه رسیدن به سلامت روان، هم تو پروسه رسیدن به لذت واقعی، جوی، به شوق و شعف، به سکون، به آرامش. قدم 5 از برنامه 7 قدم خیلی مهمه. هم برای باز کردن چاکراهاتون، هم برای پاکسازی روحتون، همه جوره مهمه. هم برای آرامش، هم برای سکون، هم برای همه چی. واقعا مهمه. حالا تا اینجا فقط داشته باشید که قبل از هر چیزی پیدا کن برای چی از خودت رنجیدی، بعد ببخش و رها کن. بعد اگر تو یه جایی مثل مدیا با کسی حال نمی کنی، یه تمرین خیلی سادهش اینه که فالوش نکن، بلاکش کن. اصلا چرا چک میکنی؟ اگر از دید دکی بده. کامنت منفی نذار. کامنت منفی که میذاری چه اهمیتی واسه هیچ کس نداره، ولی در نهایت فیدبکش تو زندگی خودت برمیگرده. کامنت های مثبت بذار، نه زیر پیج من، همه جا. کامنت های مملو از عشق و محبت بذار، با کسی وارد بحث نشو. اینا همش اشکال مختلف کینه است. کینه فقط این نیست که نه عزیزم. کینه های فکری، کینه های اعتقادی، کینه های مختلفی داریم. اینا همش اشکال کینه است که من برم یه جا توی کامنتی مثلا یه آقایی نوشته مثلا صراط با یه سه دیگه نوشته، من برم بی سواد فلان فلان، این سه اون سه نیست بابا، بیخیال. این همش کینه است. این همش حس بد، همش وایب بده، همش بد وایب بودنه. برنامه 7 قدم 2 تا قدم دیگه هم داره، خلق آرامش و خلق ثروت، که اونا رو این 2 قدم رو در ادامه یه کاریش میکنیم. اما قبلش من یک برنامه رو ساختم به اسم برنامه 7 قدم تا سکون. تو این لایو خیلی راجبش حرف زدم، یه عالمم نکته داشت. میخوام بهتون بگم که برنامه 7 قدم تا سکون زندگی شما رو متحول میکنه. این برنامه 7 قدم داره، نه پکیج نه دوره آموزشی، بلکه یک برنامه است، یک شیوه زندگیه. شما یاد میگیرید چطور شیوه زندگیتون رو و پرسپکتیوتون رو، دیدگاهتون رو، نحوه نگاه کردنتون رو به دنیا تغییر بدید. برنامه سکون گرونترین برنامه‌مونه. 9,999,000 تومانه. یعنی برنامه شما دوره فول دوره رو میتونید بخرید 6 میلیون، نمیدونم دایرةالمعارف 5 میلیونه، ولی برنامه سکون بالاترین قیمت رو بین برنامه آموزشی ما داره. چی توش یاد میگیرید؟ رسیدن به سکون رو. هر آنچه که در این لایو شنیدید رو اگر میخواید به طور عملی در زندگیتون اجرایی کنید، توی برنامه سکون یاد میگیرید که این کار رو انجام بدید. برای کسایی که توی لایو هستن توضیح میدم. سایت adammoraddi.com، اپلیکیشن ما رو اگر دانلود نکردید حتما بکنید. تو اپلیکیشن ما برنامه سکون
میتونید تهیهش کنید. توی استوریا من لینکش رو میذارم، فقط برای کسایی که تو لایو بودن خودشون میتونن به استوریا مراجعه کنن، این برنامه رو تهیه کنن. این برنامه 7 قدم داره، هر قدمش یک فایل PDF داره. هر فایل PDF که تقریبا 5 تا 10 صفحه است رو شما باید پرینت کنید و هر قدم رو جداگانه اجرایی کنید. یعنی یه فایل 30 تا 1 ساعته ویدیویی داره، یک فایل PDF داره، یعنی 7 تا فایل PDF و 7 تا فایل ویدیویی. برنامه 7 قدم رو در 7 قدم شما تو زندگیتون هم با آرامش هم به خلق ثروت میرسید. این تمام تجربه من در طی 8 سال گذشته زندگیمه. اسمشو گذاشتیم برنامه 7 قدم تا سکون. قدم 6 و 7 خلق آرامش و خلق ثروته. این دوتا انقدری مطلب گسترده است که تو لایو بعدی من این موضوع رو با شما به اشتراک میذارم. دوست داشتید تو اون لایو هم بیاید، در کنار هم دیگه عشق کنیم. خب کامنت‌ها رو باز کردیم. رضا عسکری عزیزم تو لایو بمونه. بهرز جان خیلی خوش اومدی، دلتنگتیم. به چند تا از سوالات توی کامنت‌ها پاسخ میدیم، بعد بریم سوال پرسیدن که آدم عزیز برای اجرای قدم 4 حتما 3 بار تنهایی برم بیرون، اگه یه بار هم باشه کافیه، بعد دوباره دیگه هم بیرون. بحث تعداد نیست. اگر برنامه سکون رو تهیه کردین، قدم 4 خود تشویقی، اونجا توی فایل PDF هم هست، بخونید، من توضیح دادم. بحث تعداد بار تنهایی بیرون رفتن نیست، بحث عادت کردن به اینه که شما به هیچ کس به غیر از خودتون نیاز ندارید. خیلی دوستت داریم، مرسی، لطف داری و همچنین عزیز دلی. معین عزیز میگه من S22 اولترا گرفتم، خریدم فقط یه هفته بود، BMW گرفتم خوشحالی یه هفته بود، در رابطه با لایومون بود اتفاقا. آره میگه من تو شخصیت شما با توجه به چیزی که میبینم